السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام نوبتی من به ادمین کانال قروتابخانه و به هر نفری است که نواره های مردم غرب را که سراسر همه ترغیبات بی‌حیایی و فحشا است ترجمه کرده نامش را پیرواد خر میگذارند و در شبکه های اجتماعی پهن میکنند. نواره های پهن میکنند که در آن زنان نیم برهنه و لوچ است که اخلاق برادران و خواهران ما را ویران می کنند. از این گونه نواره ها تنها شیطان خوشنود می شود، ولی الله رب العالمین به غضب می آید. ای کسانی که به خاطر 2 تنگ پل یوتیوب چنین نواره های حرام را ترجمه کرده در بین مردم بی‌حیایی را پهن می کنید، از الله بترسید و بیش از این بی‌حیایی را در بین امت محمدی پهن نکنید. به این هم ریب سرایان و سرایندگان، حجونگاران و دیگر بلاگران فاسق جوانان این امت را به فساد و بی‌حیایی کشانده ایستاده اند. شما وظیفه شیطان را اجرا می کنید. از معاونان و برادران شیطان نباشید. با اتفاق تمام علما و بزرگان دین، کسانی که چنین نواره های حرام پهن می کنند یا لایک مانده آن را به دیگران می فرستند و در کامنتری ها چنین نواره های حرام را تعریف می کنند، مرتکب گناه کبیره بوده در شریعت فاسق شمرده می شوند. من شما را به عذاب دردناک می ترسانم که از جانب الله جبار است. اگر از پهن کردن این گونه نواره های بی‌حیایی دست نمی کشید، پس انتظار عذاب الله باشید. خوب گوش اندازید. طبق آیه 19 سوره نور، الله متعال کسانی را که فقط دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود، برای آنها عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرد. پس شما که خودتان بی‌حیایی را پهن کرده ایستاده اید، آیا از عذاب الله نمی ترسید که ناگهان بر سر شما نازل شود؟ این نواره هایی که شما پهن می کنید طبق آیت 12 سوره یاسین، بعد از مرگ هم در نامه اعمالتان گناه ثبت می شود، گناهان جاریه. تا زمانی که این نواره های حرامی شما در شبکه ها وجود دارد و هست و مردم آن را تماشا می کنند، به قدر هر نفری که آن را تماشا می کند برای شما هم گناه نوشته می شود. آیا شما باری هم این را فکر کرده اید؟ پس شما خوب اندیشه کرده عاقبت این کارها را فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.